خوابم چجور برم کلاس؟ بچه تفاوت من و فاطمه، من دارم میرم سر کلاس و من تازه ساعت 8 بیدار شدم. تو ساعت چند بیدار شدی؟ نزدیک به 6 بود. دیگه وقت شده که روز خودمون رو شروع کنیم. امروز من اول و دوم کلاس دارم. ای کاش نداشتم. صبحانه من بگم میشه غیبت. خستم ولی کلاس هم تمام بالاخره. بعد برم آموزش معارف، یه کار دارم انجام بدم و بعد فایل رو پرینت بگیرم و بعد نهار و بعد آماده شیم که بریم کنسرت. چه جوشی هم زدم. محبوبه خسته در دانشکده الهیات. فقط امیدوارم برفم گوش کنم و با درخواستم موافقت کنم. خدا رو شکر انجام شد. یه دونه از کلاسامو برام چهارشنبه زده بود، در صورتی من خواستم سه‌شنبه حاضر شم. بعد دیگه تو لیست حضور غیاب سه‌شنبه نبودم. هی هر جلسه برم رفتم پیش استاد میگفتم استاد من داخل اون لیستتونم. دیگه رفتم درستش کردم. چرا عینک نمیزنم؟ آقا داشتم پیام‌های حسابمو نگاه می‌کردم، بعد دیدم که هزینه پرینت هم 5000 تومان بود، ولی من 50000 تومان کشیدم. مسیر خوابگاهمون مثل مسیر مکه مدینه خشکه. خب بچه‌ها، بعد از بیابان نوردی و رسیدن به خوابگاه، نوبت پله نوردی میشه به اندازه 4 طبقه. ساعت 3 و ما هنوز آماده نشدیم و 3:30 حرکت قطاره و بعد سریع آماده شیم. بالاخره آماده شدیم بچه‌ها. ما داریم میریم کنسرت. ما داریم میایم محسن. بگو محسن این ولاگو مثلا یه روزی یه جایی ببینه. آیا به قطار میرسیم به نظرتون؟ فصل اعلام حضور. اعلام حضور. خودم هم اعلام حضور. انگشترمون شب تابه برای کنسرت. مریم جونمون درست کرد برامون. ما در قطار. بعد اعلام حضور کن. اعلام حضور. داریم میریم اسنک پیدا کنیم بخوریم بچه‌ها. پیدا کردیم، جاشو میدونم. الان میبرم بخورم. یه ساعت داریم میایم که بهش برسیم، هنوز نرسیدیم. رسیدیم. ببین. اینه؟ نه جلوتره. من چرا از من نمیگیری؟ دارم میگیرم. به قلبم اسرت عشق دست بیارم ولی عشق امیری هست که هست بخوام ندارمت. هوا دوباره سرد شده. اوه مای گاد بچه‌ها چه صفیه. دور بزنیم بعد برگردیم. من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلا. آیت خیلی کثیفه. پیدا شد جامون. وطنه. چرا محسن نمیاد؟ داره میاد، داره خودشو آماده میکنه. قطعه شاهوچه انبار باروته دنیا رو میخوام یه لحظه دنیا بی چشمات یه دروغ بخته دنیا رو بی تو. باز میخوام کنسرت اون یه وقت دیر شروع شد.
بچه‌ها مرسی که با ما همراه بودید دوستتون دارم بای بای